خب، سلام و درود بر شما. من دارم منفجر میشم، ولی بعد مدت ها فکر کنم یه چیزی که واسم مطرحه. اول اینکه چقدر دارم میترکم، یعنی من دیگه انقدر چشام داره بیرون میزنه از حلقه. در این حد معلومه حالا بعضی ما نور میفته چیز نی، ولی اینم دیگه باید این بعد روشن کنم و آره. هم شد دیگه. این هم این بعد روشن کنم. یه آپدیت ریز میخواستم بدم، بعد کلا یه سری توضیح ها هست مثلا خوشم نمیاد، یعنی اینطوری هم که یه اتفاقی میفته یهو و یه توضیح تکراری هست که من باید حالا به 10 نفر به هر چند نفر بدم و واقعا من از تکرار خوشم نمیاد. انقدر خوشم نمیاد که یه وایس میگیرم که مثلا اون هدف مخاطبش هر کسی که قراره گوش بده و برای همه فوروارد میکنم و به نسبت اینکه اون شخص کیه توضیحی بیشتری نیازه یا نه بیشتر روش سوار میشم، یا اینکه تو ذهنم اینطوریه که مهم نیست اون مسئله چقدر شخصیه و چی شده چی نشده، ویدیو کن بس. ولی اینطوری بودم که اوکی، حالا من که قراره این قضیه رو تعریف کنم یا آپدیت ریزی هم بدم که شاید من به یک سری چیزها نرسم، به خاطر اینکه الان ساعت 8:30 شبه. من تازه فرصت آزاد تو طی روز برای خودم پیدا کردم، اینطوری هم بعد از ضبط اینم میرم بخوابم، یه نیم ساعت یه ساعت بخوابم پاشم و حالا بعد از اون دیگه برای من دیگه حالا هر کاری کردم. در مرحله اول درگیری چند تا چیز بودم، حالا برای اون کسایی که اینطوریان آقا خب حالا نمیدونم به هر دلیلی اگر اون اسکیژوالی که من دارم و اون پلن های من واسهتون مطرحه، درگیر زیر زمین و پارچه کشیدن بودم. کلا این بالا سر خودم پشت کامپیوتر اینا تمام پارچه کشیدم. اون شکلی که الان نور رفلکت میکنه تو محیط رو مشخصا انقدر تحت تغییر قرار داده که از این بعد دیگه من باید 3 تا نور روشن کنم و اگه روشن نکنم این مدلی قراره باشه. حالا اونقدرم بد نیست، ولی از حالت قبلی خیلی دیگه تاریک تر. حالا مثلا اون تیکرم نما کنید پارچه زدم و اینجا رو واقعا بعد مدت ها این حس رو بهش داده که بتونم کم کم بهش بگم اتاق. حالا یه 4 تا کاغذ آچار پرس شدم حتی میخواد اونجا باشه، پوسترم جلو چشم باشه، یه چند تا چیزم خریدم جاشو درست کنم میذارم تو دید خودم باشه، اصلا تو دوربینم نباشه واسم واقعا مهم نیست. یعنی همه اینا مثلا بره اون پشت هر لحظه نگاهشون کنم احتمالاً بیشتر حال کنم. این سمت هم یه سری چیزا بذارم. بعد جالبش اینه که من میدونم که مثلا پشت این پارچه این دیواره چه کثافتیه، این چه مزخرفیه. خب بالا بارها اصلا ویدیو گرفتم، خودتون دیدید من توی این زیر زمین فلان میکنم بیسار، خودتون دیدید. ولی با این حال از پروسه اینا که مثلا شروع کردم پارچه بکشم، اول یه دور این نصفه رو کشیدیم، اون نصفه دیگه موند، ما بعد اینجا وسایل رو جابجا میکردیم که اونجا رو میزدیم. یکی دو روز وقت گرفت یه پارچه زدن ها، ولی یکی دو روز وقت گرفت، انقدر دردسر اذیت داشت. با این حال من همین تیکه رو پارچه‌اشو زدم اینطورم که آخه feels good. صرفا یک پوست هست. من نمیدونم این انگار در فقط صرفا جلو چشم نیست، مگر نه پشتش خود جهنمه. با این حال بگم اینجوری هم که خیلی حس بهتری دارم به زیر زمین، مخصوصا که فرشینا هم عوض کردیم. کلا درگیری یه سری چیزای اینجوری فیزیکی بودم. لابلای این اتفاقا من الان فکر میکنم 15 ماهی که قرار بیاد، آره میشه 2مین ماهی که من، یا 3مین ماه نمیدونم، انقدر دیگه زمانه داره اصلا چیز میشه که 2 یا 3مین ماهیه که من دارم کار میکنم. و کاری که به جز اون یکی کاره که گفتم 2 ماه ازم وقت گرفت، 2 ماه و خورده ای، طرف لجنزار بود، هم کار لجن هم شخصیت لجن، بدتر از لجن حتی.
و عملا دیگه آزار و اذیت بود. یعنی من کار هم نمی‌کردم، آزار و اذیت بود. اینطوری بودم که نمیدونم دیگه باهاتون چیکار کنم. حالا از اون گذشتم، الان یه کار دیگه دارم میکنم و درگیر اینا بودم. ویدیو نداشتیم، این یه بخش قضیه. یعنی درگیر این زیرزمینه بودم، بذار یه ذره محیطمو بهتر کنم. حالا اوکی، حتی اصلا جلوی دوربینم بذار یه مقدار بهتر باشه. فقط همه چی اصلا پشت دوربین رو بیخیال. حالا یه بخشی هنوز بازم مونده، یعنی یه تیکه از در هنوز مونده، من اونو باید پارچه دوباره بخرم بزنم. یه سری وسیله گرفتم، یه سری فعالیت‌های مقدار متفاوت شده. یه سری ویدیوها رو شاید من نتونم برسونم، یعنی کلا یه چنج آف پلنی باشه و این چنج آف پلنه میگم یه بخشش از این میاد که اینترسته عوض نشده، ولی یه سری چیزایی که اضافه کردم. میگم مثلا تو بورد گیمی که ما این فصل صحبت کردیم راجبش که آقا مورد علاقه فلان بیسار، خب تو اینو یه دور بازی میکنی، یه بار تو فصل راجبش صحبت میکنی، یه ویدیو میدی، ولی ممکنه اون بورد گیم 2 سال تو دستت باشه و 500 ساعت براش وقت گذاشته باشی و حتی حس نکنی 500 ساعت وقت گذاشتی. چون ستاپ کردن اون بورد گیم، بازی کردنش، هر چقدر هم دیفیکالتیش کم باشه، هر چقدر هم ساده باشه، هر چقدر هم تو نیم ساعت واقعا تمام بشه، انقدر حتی اتفاقا حتی اگه تو نیم ساعت تمام بشه، انقدر سریع اون تایمر رو ازت میگیره که نمیدونم چرا شخصا یه سری حس بازی آنلاین بهم میده. اینطوری هم که تو فقط داری تایم من فارم میکنی. خیلی هم عجیبه، من دارم لذت میبرم از این بورد گیمه، ولی اینطوری هم که تو فقط داری من تایم فارم میکنی، انگار هیچ کاری نکردم، در صورتی که واقعا اینطور نیست. من دارم بورد گیم لذت میبرم و هر بارم بازی میکنیم مثلا یه استراتژی متفاوتی پیدا میکنیم، یه اتفاقی میفته، خوش میگذره، اینجور چیزها هست. اصلا یه بخشی از من پر شده این چند وقت با بورد گیم. یه ویدیو حالا درست میکنم، یکی دوتا بورد گیم دیگه فکر کنم خریدم، اونا بیاد دستم. تجربه من از بورد گیم های فیزیکی ایرانی زه شده، نه که طراح و ایناشون ایرانی. و اون ویدیو رو هم احتمالا حالا درست کنم و این حرفا، ولی این مدلی هم که یه مقدار اون حسه رو میده. اما خب واقعا اهمیتی نداره. اینطوری هم که حتی اگر مثلا 2 فصل کامل درگیر بورد گیم باشم و چیزی برای صحبت کردن نداشته باشم، اولا که نشدنیه، ولی بر فرض که چیزی برای صحبت کردن نداشته باشم، هم من شخصا با این قضیه اوکی ام. همیشه گفتم دیگه چنل من یعنی من و من الان تو این نقطه است. اما در هر صورت اینو چیزی که میخواستم بگم و واسم مهم بود، های اهمیت بود مثلا تو چنل باشه، چون میگم یه چند تا سوال مختلف پرسیده میشه که آقا چیکار داری میکنی؟ عجیبه کانتنت نیست مثلا این اونور. اولا که تلگرام من خیلی فعالترم، تلگرام همیشه فعالتر بودم، الان یا میشه گفت این چند وقت از همیشه فعالترم، چون اینطوری هم که کارم انجام میدم، اصلا گیم هم نمیتونم بزنم دیگه، تلگرام چک میکنم، یه دوتا مسیج میذارم، دوتا وایس میذارم، دوتا آرت نگاه میکنم میذارم تلگرام، خداحافظ. حالا دایری، شت پست دیلی، هر چیه، تلگرام خیلی فعالترم، خیلی بچه‌هایی که اونجا آپدیت ترن. اگه واسهتون جذابه، بازم میگم اگه واسهتون جذابه، هیچ نیازی نیست تو اون چنل باشید، مخصوصا که چنل شخصی تره، کل هر چی که من پلتفرم دارم شخصیه. منتها یه سری جاها حالا اون پوستش یا محتوایی که توش گذاشته میشه یه جوریه که اخطار وارنینگ آفندت نشی، اینجور چیزا نمیاد. ولی حالا مثلا یه سری جاها مثل تلگرام ممکنه اینجور چیزا بیشتر باشه. اما یه اتفاق اصلی که اصلا باعث شد من بخوام این ویدیو رو دیگه حتما درست کنم، چون من تو ذهنم هستش که آقا مثلا خب هر فصلی که میگذره تو یه سری ویدیو درست میکنی، یه سری اتفاقا میفته، یه ویدیو آپدیت میدی که چه خبره، 3 ماه بعدی چی کار میکنی و منتها این ماه اینطوری بودم که خب آپدیت خاصی نیست دیگه، مثلا خب نهایت درگیر کارم، چیز خاصی نمیشه گفت، درگیر کارم حقیقتا داره میشربه، کار خوبیه، اصلا کاری به مبلغش ندارم، از منظر درآمدی کار عجیب و غریبی نیست، ولی خیلی حال میدن با آدم به قولی، و از منظر درآمدی حالا میتونه چیز عجیب و غریبی باشه، مهم نیست الان برای من. مهم اینه که کاریه که یک سری روزمرگی و دغدغه هام رو منیج کنه.
و داره منیج میکنه و از منظر روانی هم اصلا اذیت کننده نیست، چون بلا استثنا همه آدمایی که اون تو هستن اصلا میشیم راجع به گیم‌های مورد علاقه‌مون صحبت میکنیم و خود اون کسی که بینمون هست مثلا حالا اصلا گیمر نیست، آدم شوخیه و شوخی‌های دد جوک‌های عجیب و غریب که من میشینم میخندم و لذت میبرم. اینطوری هم که حالا give me my money. و اینکه آره مثلا این آپدیت عجیب و غریبی مثلا تو ذهنم نبود که بدم، نهایت اینطوری بودم بذار من یه سری تصمیم بگیرم که هنوزم نگرفتم که تکلیف یه سری ویدیوها چیه، یه سری چیزا رو میخوام چیکار کنم که آپدیت دادم بگم آقا جوابت اینه دیگه، نه اینکه صرفا حالا تو پروسه فکر کردنشم. ولی دیدم جوابش اینه که نه واقعا تو پروسه‌شم. یعنی جوابش الان 1 ماه مثلا شاید اینه که توی چالش منظم کردن این زندگی و کارم و از لابلای اون یک سری چیزا رو دارم از دست میدم، یک سری چیزا رو دارم به دست میارم و من اینو منیج کنم. قطعا یه سری ویدیو خواهد بود و اصلا این که میگم مثلا یه سری ویدیو حالا قول و برنامه ریزی و اینا از منظر محتوایی واسه مطرح نیستش که مثلا چون دارم به مخاطب قول میدم، واسه خود من لذت بخشه، آرامش بخشه که بدونم یک پلنی دارم مثلا و خوشبختانه اگه مثلا 3 ماه گذشته تا یه حد خوبی روش پیش رفتم یا صرفا پلن داشتم که تلاش کردم و هیچی پیش نرفته. حتی اینم میگم اشکالی نداره، منظورم اینه که یه موقعی مثلا من اینطوریم که خب 100 تا گیم میذارم جلوم که از 100 تا بتونم 5 تا رو برم، ولی از 5 تا بذارم جلو یه دونه‌ش هم نمیرم، یه دونه بذارم جلوم که اصلا اونم نمیرم. و تو موقعیتی که الان توش هستم یه جوری حتی این برنامه هرم ندارم، اینطوری هم که 5 تا گیم هم جلوم چیده نشده که چی برم چی نرم. اصلا فرصت نکردم که الان کدوم گیما رو میخوام برم، کدوم واسه مهمتره، چیا رو میخواستم برم. چیده بودم اینا رو همش، یه بخش زیادیش اصلا به چخ رفت. حالا میرسیم به این صحبت اصلیه که این هک شدن بنده باشه و از اولم اشاره نکردم. یک اتفاقی که افتاد، این کاری که من دارم میکنم خیلی نیاز به ریسرچ زیادی داره و فایل های زیادی رو باید دانلود کنم، آپلود کنم، این حرفا. مطمئن نیستم مثلا نشتیش از اون بوده باشه، ولی میدونم که مثلا یه سری ملور و تروجان دانلود کردم. منتها اینطوری بودم من با اطمینان اینا رو دانلود کردم، میدونم چه تروجانی دارم دانلود میکنم. بازم هنوز که این حرف رو دارم میزنم هنوزم مطمئن نیستم از چی بوده، ولی قضیه اینطوری بود که الان خب من یه سری پلتفرم هم که اصلا کلا فعال نیست، یعنی اونقدر واسه مطرح نیست و اینا، لبم خشک بدا، یعنی میام حرف میزنم لب خشکم میخوره بالایی. حالا خب بالم لب گرفتم. چیز شد من اصلا یه سری پلتفرم هام با اون شکل فعال نیستم. مثلا اینستا رو ممکنه تو طول هفته یه بار باز کنم، حالا شاید واقعا 2-3 ساعت 4 ساعت همینجوری ترای هارد پاش باشم و ناراحتم نیستم. مثلا اینجوری نیستم که دوم اسکرول دارم میکنم، از هر پستی که میبینم لذت میبرم، اسکرین شات میگیرم، فلان میکنم، بیسار میکنم، ایناش مهم نیست. ولی تایمی یه تایم به خصوصی رو میذارم روش، یا یهو واقعا 2 هفته اینستا رو باز نمیکنم، مخصوصا که اینستا باز کردن واسم سخته، مخصوصا که رو وب بازی میکنم، رو گوشی اصلا باز نمیکنم، تلاشم نمیکنم حتی باز کنم. آقا این اینستا یه طرفی که من پیام داد که آره پست لبرون جیمز گذاشتی، بعد دیسکورد من به بقیه پیام داده بودم که آره برو تو این سایت $2000 برنده میشی، بعد توییتر، بعد همه اینا هم حالا الان من با هم گفتم ولی بعد خیلی بهتر میگفتم، با هم اتفاق نیفتاد. یعنی اول دیسکورد اتفاق افتاد، من اینطوری بودم که خب اوکی از خود دیسکورد، فقط دیسکورد دیگه. حتما به بچه هم که صحبت کردیم گفتم آقا من رو هیچی کلیک نکردم، نه تنها رو هیچی کلیک نکردم، چیز خاصی هم دانلود نکردم، تو سرور خاصی هم نیستم و این حرفم من مطمئنم، چون از همون بچگی که تبلیغات ساعت نشون میدادن که مثلا روی این صفحه کلیک کن بعد ساعت 5000 تومانی مثلا میشه 10,000 تومان، یا مثلا یه سری سایت میرفتی اصلا تبلیغ باز میشد، حکم نبود تو سایتی که میرفتی رو فلان چیز کلیک میکردی که یه سری ست هاف پاپ اپ ها
اون گوشه خیلی ریز تو مینیمایز حالت ممکن برات باز میشد که فقط از اون تبلیغ پول در بیارن. من رو اونا هم کلیک نمی‌کردم. از همون موقع فهمیده بودم که آقا سواد شبکه و این کوفت و زرما اصلا رفیق خودم میاد به من میگه رو فلان چیز کلیک کن تو قرار پول در بیاری، 3 دور باهاش صحبت میکنم، بعد میگم مثلا چقدر دیگه بیارزه آمو ولمون کن بابا آمو، حتی اگه لجیت هم هست $50 ولش کن، ترجیح میدم هیچی نه. چرا باید مثلا بیام روی هم چیزی کلیک کنم؟ و اصلا مثلا اتفاق نیفتاده. و الان مثلا میگم توی 5 سال اخیر 4 سال خورده ایش رو من یه بار ویندوز 10 ریختم، یک بارم عوض نکردم، به هیچ مشکلی نخوردم، به هیچ مشکلی. آنتی ویروس هم حتی مثلا از یه تایمی نریختم، تازه زندگیم بهتر شده. از یه جایی اینطوری بودم که چرا من آنتی ویروس نمی‌ریزم کمتر مشکل می‌خورم. حالا جدای از این که خود ویندوز دفندر هم دیگه خیلی چیز خوبی شد از یک جایی به بعد. و این اتفاق افتاد. من اینطوری بودم نمیدونم، بچه‌ها اینطوری بودن متد جدید دیسکورد، اوکی حله، فقط دیسکورد و یوزر پسش عوض کردم. بعد یهو توییتر یه چیز گوشه شد، بعد اینستا، و یکی یکی بچه‌ها بهم میگفتن، یکی من اینطوری بودم اوکی دیگه اینجوری نمیشه. رمز جیمیلامو عوض می‌کردم، اینم رمز جیمیلا هم یارو هر لحظه میخواد چیز کنه. اصلا اینطوری بودیم که اوکی تو 100% داری مانیتور میشی. حالا جدا از اینکه داری مانیتور میشی ممکنه یه درصد فایل باشه، یعنی ویندوز هم عوض کنی به یک فایل چسبیده باشه و مجبور باشی کل فایلات رو فرمت کنی. من الان چند روز گذشته و هنوز نمیدونم فایل بود یا نه، هنوز نمیدونم نشیشیه، ولی میدونم دیگه مثلا مشکلی ندارم. مجبور شدم دوباره ویندوز عوض کردم. یعنی من گوه تو ویندوز 11 بگم چی بگم، 4-5 سال یه بار ویندوز عوض نکردم، یه بار مشکل نخورده بود. ولی الان همین تازگی‌ها یه بار که ویندوز عوض کردم که آپدیت و فیچرهای ویندوز 10 تموم شد، همین 14 اکتبر دیگه برید به سلامت. یه بار اونجوری تمام عوض کردم ویندوزو، یه بار همین تازگی اینطوری بودم مجبورم عوض کنم دیگه. یه دور یوزر پسورد همه جیمیلمو عوض کردم، ویندوز عوض کردم. بعد ویندوز عوض کردم تو حالت آفلاین یه سری فایل‌ها رو پاک کردم، ریکاور کردم، برگردوندم عقب یه سری چیزا رو اگر داشتم، اونا که نداشتم که اینطور بودم که هیچ دیگه. بعد اینترنت رو وصل نکردم، رو گوشی رفتم پسوردا رو عوض کردم، اینترنت رو وصل کردم، دوباره پسورد عوض کردم. بعد فریک زده بودم. الان مثلا یه سفر رفتم، مثلا 2 روز خونه نبودم، سفر کاری بود، بعد میرفتم اصفهان شهر کرد، 8 ساعت رفت 7 ساعت برگشت، تازه اونم فقط اتوبوس. حالا به جز اون بعد یه 5-6 ساعت یا یه مقدار یا 7-8 ساعت دیگه هم بهش اضافه کنیم. اصلا خواب به چشام ندیدم هنوزم. الان پسا بعد از اونم که چشام داره منفجر میشه درستابی نخوابیدم، استراحت نکردم 1-2 روز. بعد مثلا تو اتوبوس بودم، هر از گاهی چک می‌کردم جیمیل، رفرش سکیوریتی نیومده، چون عصبیم داشت میکرد. یعنی من پنیک نکردم، 1-2 بار واسم اتفاق افتاده هک شدن. حتی توی همین 4-5 سال هم که میگم مثلا ویندوز عوض نکردم و اینا، یه بار می‌خواستم توی گیم به داداشم یه چیزی نشون بدم، اینطوری بودم که ای بابا ویماد نمیاره، بذار مثلا ترینر فیلینگو بزنم. آدرس سایت رو اشتباه زدم، یه چیز اشتباه دانلود کردم، درجا سیستمم داشت به چخ میرفت، یعنی داشتی به چشم میدیدی داره چیز میشه. همون لحظه ریکاور کردم، یه روز برگردوندم عقب، درجا فیکس شد، اصلا نیاز به هیچی نداشت، نه پسورد عوض کردم نه هیچی، همه چی فیکس. و هر بارم که مثلا اتفاقای این مدلی افتاده میدونم که تو هم منظری از یک سری منظرها مثلا جلویی، بهتره دست به عمل شی تا اینکه پنیک کنی چیکار کنم چیکار نکنم. ولی این سری دیوونم کرد، یعنی واقعا تو اتوبوس حس می‌کردم مثلا جوکرم. ببخشید این کارت من نگاه کنید، این گوشی من نگاه کن، یه سکیوریتی دیگه اومد. بعد ایمیل بی پدر و مادر، من پسورد رو خودم عوض کردم. خب مثلا 8:44 دقیقه است، همین الان من عوض کردم، چنده 28 اکتبر. فردا من تو اتوبوسم 29 اکتبر ساعت 3 ظهر یه نفر پسورد شما رو عوض کرد. چرا منظور چیه اصلا که چی؟ و یه چیزی چون نمیدونستم بخش مهم قضیه و این توضیح و ویدیو، چون نمیدونستم نشتی از کجاست، چون پسوردم پخش و پلاس، یه سری پسورد ها اصلا به طرز احمقانه‌ای به هر دلیلی، من کاری ندارم یه هفته پیش این کار کردم یا 4 سال پیش، تو چت بقیه مخفی شده.
خود بچه‌ها هم نمیدونستن، ولی تو چت بقیه مخفی شده. یه عکسی واسه طرف فرستادم، تو عکس مثلا پسورده بوده و الان که اینو دارم میگم با این به این خاطر دارم میگم که الان اون پسورد رو عوض کردم، اگه رفتید پیدا کردینم فایده ای نداره. یه سری چیزای این شکلی امینم توری نمیدونم وا اینجا نها کن، اینجا چی قایم کرده بین صحبت هاش اینجا اصلا مای گاد وقتی کد گذاری شده اینا رو پیدا کنیم دیوانه. اوتیسم چیز خاصی نیست. یا آب بخوریم. یکی از راه حل ها متاسفانه این بود که چتم رو با همه پاک کنم و این خیلی سنگین بود، خیلی ناراحت کننده بود. تو دیسکورد بچه ها گفتن پاک کن به این خاطر که اگر به هر نحوی دوباره دسترسی دیسکورد رو بگیره فلان کنه، تو به کسایی که باشون دایرکت مسیج بازه پیام میده. اینطوری بودم که همه دایرکت مسیجامو چیز کردم، یعنی صرفا اون ضبطش دادم بستم دیسکورد حداقل اوکی. اینطوری بودم که اوکی اگه حالا مثلا به کسی قطعا هکر نمیاد مثلا بره رو مهیار کلیک کنه سند مسیج که اون دایرکت مسیجش باز شه هیستوری رو ببینه چه خبره. مهم اینه که من هر جا دیسکورد باز میکنم دایرکت مسیجام هیچی نباشه و هر دفعه هم میبندم. اینطوری هم که همین الان مثلا دیدم اینطوری هم که اوکی بسته باشه توی دایرکت مسیجام دیگه هیچی نباشه. مخصوصا که دیسکورد مسیج ها رو پاک کردن خیلی دیگه پیچیده تره. بعد من یه سری ست آف آیدیاز داشتم و اینطوری بودم که اوکی جاهایی که میتونم اصلا بیخیال اکانتشم، اکانت رو پاک کنم برم یه اکانت دیگه بزنم، فرش استارت هر چی. جاهایی که نمیتونم چی کار کنم، تلگرام رو چی کار کنم، دیسکورد رو چی کار کنم و خیلی سریع باید این کار رو میکردم و انقدر من اکانت دارم، یعنی خود تعداد جیمیلام زیاده، سایت های مختلفی که دسترسی دارم به این چیزا زیاده، انقدر اکانت دارم. اینطوری بودم که من سریع باید یه حرکتی بزنم و هر کدوم از بچه‌ها هم یه چیز داشتن بهم میگفتن چون متد رو پیدا نمی‌کردیم، نمیدونستیم متد چیه. آقا تو چطوری هک شدی؟ اون نشتیه از کجا بوده؟ داری مانیتور میشی یا نمیشی؟ فایل چسبیده یا نچسبیده؟ اکانت دست کسیه یا نیست؟ و مشخصا توی یک پروسه ای از چیزها من سشن ها رو چک کردم، بقیه رو انداختم بیرون، از همه اکانت ها لاگ اوت کردم، مثلا پسوردش عوض کردم و این حرفا، مثلا توی کامپیوتر لاگ اوت کردم با گوشی عوض کردم. بعد دیدم ببین اینجا بوده که من یه سری تصمیما رو مثلا گرفتم که خب چیکار کنیم، پاک کنیم دیگه. چرا باز دوباره یارو تو ایمیلم؟ اوکی شاید از گوشیه، چیکار کنم دیگه؟ خب این گوشی رو به سلامت مادر من گوشی تو بده. اونم تازه گوشی نگرفتم و مثال دارم میگم این اتفاق نیفتاده. حالا روی این سناریو یه لحظه اصلا تو ذهنم اینطوری بودم که یا علی فرض کن این کارو کنی مثلا گوشی اونا رو بگیری، چون ماشاءالله پدر مادر همه چی میزنن. حالا مثال دارم میزنم، مادر من گوشی تو بده من. خب حالا با اون لاگین میکنم، خب اینجا پسورد عوض میکنم فلان بیسار و حالا ببینیم چی میشه. خب ای بابا یارو هنوز بازم اینطوری که داره درخواست کد میده یا داره اصلا رفت یه چیزی رو عوض کرد تو ایمیلم. باش بذار ببینیم چیه. گشتیم دو سه تا متد به خصوصی پیدا کردیم که راه حلش این بود که آقا شما تلگرامتو کلا پاک کن، دیسکوردت هم کلا دایرکت مسیج رو ببند. دیسکورد که دایرکت مسیج رو کلا بستم دیگه، چت پاک کردن اونجا در سر بود. تلگرامو هر چی اومدم پاک کنم نتونستم. اصلا هم کاری به این نداشتم که اکانتم مثلا نمیدونم مثلا چه سالی ساختمش، ولی مثلا دارم نگاه میکنم 2017 قدیمی ترین عکس پروفایل تلگرامه. اصلا اینجور چیزاش مهم نیست. اینطوری بودم که چت ها اصلا حتی بحث این نیستش که این چت ها الان مثلا حذف شه و من قراره بهشون برگردم پس حذف شه بده. I don't know. مثلا اینطوری بودم که 4 سال 5 سال چت اونجاست، کلی خاطره، کلی عکس، وجود اون چت، وجود اون صحبت، دعوای هر چیه، یه چیزی با هم شیر کردیم، یه ریاکشن خنده، ارتباط، کوجیما. خیلی قضیه رو واسم مثلا
داشت سخت میکرد و اینطوری بودم که کاملا مکانیزم کپیومو تا ته بردم بالا، داشتم خفه میکردم اینجا که خب برای فرش استارته فور فرش استارت بیاد همه اینا رو من دیلیت کنم و هرچی چنل داشتم اکسپورت کردم، چون یه سری پسوردها میگم مثلا تو چنل های پرایوت بود و اینا، همه چت ها رو پاک کردم و واسه امنیت بقیه هم بود، به خاطر اینکه تو یه سری چت ها هم یه پیام ارسال شده بود. حالا اگر ندیدید من خب هی پاک میکردم اینطوری آقا هیچکی نیست تو دیوایس هم نیست، خود سیستم الان اینترنتش قد اصلا مانیتور نمیشه دیگه، تو گوشی دیگه چیزی نیست فلانه و این پیاما رو مخصوصا بچه هایی که از طرف هیچ کسی تو پاچشون نرفته رو اون لینک ها کلیک نکردن، وقتی من براشون فرستاده بودم کلیک کرده بودن و من این مسئله بر من اذیت کننده است. مثلا این حالا با یکی از بچه‌ها به من میگفتش که نه هیچ که به تو نداره، طرف احمق فلان، اینطوری هم که ببین حتی حرفتو قبول داشته باشم هم هنوز یک مسئولیتی روی دوش من هست و هنوز نمیتونم انقدر ساده بگم که نه دیگه پای طرف هر چیه می‌خواستی کلیک نکنی، چون خود منم اینطوریم. اگر هر کی واسه من هر لینکی بفرسته اینجوری من کلیک نمیکنم. لینک ساده برای من میفرسته با طرف تو چتم تو وایس کالم لینک واسه من میفرسته، میگم این چیه برای من فرستادی، روش کلیک بکنم به نسبت شخصیتی که طرف داره. لینک دوستام اینطوریه، لینکو همیشه میذارم توی سایت ویروس توتال، اینطوری هم که من لینکایی که تو میدی کلیک نمیکنم و بهش میگم اینو گذاشتم ویروس توتال، میگه این سایت مثلا تروجان داره، اینو داره یا اونو داره، یا اصلا درست نشون نمیده، من اینو باز نمیکنم، میگه بابا باز کن اصلا. حالا جدا از این که در هر صورت واسه آدمی مثل من هم این اتفاق میفته، اصلا این بخشش مهم نیست، مجبور بودم این چتا رو پاک کنم و یکی دو تا بچه‌ها میگم پیام دادن اینطوری بودن که چی شده چی نشده و منم اینطوری بودم که دمت گرم که پیام دادی چی شده چی نشده و این دغدغه بندی رو داشتی، چون یه سری بچه‌ها با سناریوی ذهنی خودشون میرن جلو، یه سناریو تو مغزشون شکل میدن، پیش اومده بارها پیش اومد. حالا به هر دلیلی من اصلا هکر نشدم، عمدن چت رو پاک کردم، حالا بگیم یک چیز بیرحمانه هر چیه، چت رو پاک کردم و طرف اومده یه سناریو ذهنی برای خودش شیده، با همون سناریو ذهنی انقدر فیول گرفته و یک احساساتی رو شکل داده که من حقیقت رو بهش گفته هم باز نپذیرفته و باز اون چیزی که می‌خواسته رو ادامه داده. من اینجوری بودم خب این آدم الان اگه حذفشن دیگه من چیکار کنم؟ اگه داری الان این ویدیو رو می‌بینی من چیکار کنم؟ توضیحش اینه که من این چتا رو باید پاک میکردم، حداقل بایدی که در لحظه باید بود برام، یعنی اون لحظه بهترین آپشن هایی که داشتیم اینطوری بود که آقا فعلا بیا اینا رو پاک کن، اینور اینا رو ببند، اینور این کارو بکن، اینور این کارو بکن، بعدش اگه دوباره چیز شد ببینیم چیکار کنیم. و بعد از اون واقعا هیچی هم نشده. من اینطوری بودم واقعا نمیدونم لیک از کجا بود، نفهمیدم از چیه که بتونم جلوشو بگیرم دفعه بعد این اتفاق نیفته، بدونم از چیه. از اون سایت هایی که توش بودم، سرور دیسکورد یکی دوتا چرت و پرت چیز داشتم از اونا بوده، سرور دیسکورد خیلی شلوغ، مثلا من هلفی گیمر رو دیسکوردش داشتم اونجا دیگه لیو دادم، یه سرور پرایوتیه که مثلا من بعد از سایتش چون دورش رو گرفتم فلان بیسار میتونم توی دیسکوردشون باشم، اونجا لیو دادم. چرا؟ چون یه متد دیسکورد هست که تو میری مثلا اینبد مسیج و فلان چیزا جلوتر واسه لود میشه، همین که لود میشه مثل تبلیغ یوتیوبه که تبلیغ برات نشون میده دیگه هک شدی، تبلیغ رو بهت نشون بده دیگه هک شدی، نیازی نیست رو چیزی کلیک کنی، نیازی است طرف پسورد اصلا کامپیوتر دیگه واسه طرفه. من دیگه داشتم رد میدادم. یعنی این رو امیدوارم اگر کسی که چتش پاک شده داره این صحبت رو میشنوه متوجه باشه که واسه من هم سخت بود، من با کسی که 6 سال صحبت نکردم چتامون بود، وایسام توی چت بود که عینه نه صدای بچگونه داشتم، بعد مسخره بازی در میوردم، اصلا اسکرینشات تریلر مورتال کامبت ورفس اونا رو تمام پاک کردم، چون اینطوری بودم چیکار کنم، اکانتو بذار حالا چیز کنم دیگه، تا اونجا که میشه کلیر کنم، همه چتا پاک باشه، هیچ کدوم از چتا باز نباشه، که حالا بازم فرقی نمیکنه. فکر میکنم مثلا اینطوریه که تو کانتکت ها، حالا تلگرام نمیدونم سیستمش مثلا مثل دایرکت، اینو متوجه نشدم که
تلگرام سیستمش مثل دایرکت مسیج دیسکورده که اگر باز باشه کافیه، یا نه مثلا طرف میره تو کانتکتات به همه ارسال میکنه دیگه، نیازی نیست مثلا چتاشون صرفا باز باشه. و خلاص آره همه چت‌ها رو توی تلگرام بستم. یه سریاشو یه طرفه پاک کردم، یه سریاشو دو طرفه پاک کردم. اول داشتم یه طرفه پاک می‌کردم، من اینطوری بودم نمیدونم مثلا الان روی اکانت دیگه چجوری میشه، چجوری میشه مثلا بازش کرد، مخصوصا یه سری از این چت ها پسورد من توشون گذاشتم یا یه چیزی فرستادم طرف نمیدونه ولی پسورد، به هر بهونه هر شکلیه بذار همه اینا رو پاک کنم. و آره این چیزی بود که خیلی نمیدونم چه کلمه ای که نمیدونم میخواستم بگم اذیت، ولی شد آنچه شد دیگه، شد آنچه شد. اگر که چتتون پاک شده و دارید این صحبت ها رو میشنوید، من در جواب اینکه چرا چتمون پاک شده پارسا what happened is there any drama، نه، به همین سادگی نه دیگه. اگر حالا خودتون دوست دارید دیلوژنال باشید با هر سناریویی که دوست دارید برید جلو و حرفهای من رو صادقانه نشنوید، از طرف شماست، خیلی صادقانه، چون من دیگه کار دیگه ای از پسم بر نمیاد جز این که اتفاقی که افتاده رو صادقانه بگم. اینکه دیگه شما چطوری برداشت میکنید دیگه چیز من نیست. متوجه هم که راه حل های متفاوتی میتونست باشه، یه سری تصمیم ها رو یهویی عذر میخوام سرفم گرفت، یه سری تصمیم ها رو یهویی گرفتم، حتی با اینکه میگم اولش پریگ نشدم، اما همونطور که گفتم امیدوارانه از یه جایی دیگه داشتم رد میدادم، پنیک نبود، داشتم دیوونه میشدم، عصبی، خسته و اصلا دوستم میاد باهات صحبت کنه مثلا موزیک بذارین، چرا چرت و پرت نگو، با موزیک بذارین مثلا اعصابم بیشتر خورد کنی، کسخلم تو این حالت مثلا موزیک گوش بدم، این اتفاق داره میفته، اکانتامو دارم از دست میدم، هر چیه من موزیکم گوش بدم طرف تو هله یا سیاسی بر من مثلا گوشم کنه هر چی میخون، واقعا لاست مای کول، کاملا اون چیز خودم رو از دست داده بودم دیگه. چون یه پروسه خود این هکر رو منیج کردنش خودش یه پروسه 2-3 روزه بود، یه پروسه چند ساعته نبود. 2-3 روز من فقط درگیر فیکس کردنش بودم. بعد 2-3 روز که فیکس شد من اینطوری بودم که یه 2-3 روز حالا چک کنیم ببینیم چه خبر چی میشه. و الان که یکم گذشت و اینا، حالا نمیدونم دقیقاً چند روز گذشته، ممکنه تایما رو یه مقدار دقیق نگم و اینا، فعلا همه چی فیکسه و این بار دوباره یه اتفاق بیفته دیگه اصلا نمیدونم چیکار کنم. حتی بابت این که مثلا من این اتفاق افتاد بعد گزارش میدادم دیگه، بعد گزارش میدادم که آقا این اتفاق افتاده و اکانت های کاریم پسورداشون در حال عوض شدن بود. من اینطوری بودم ایول کارم هم از دست دادم، کار خیلی خوبم، ولی بازم میگم در راستای این که معلوم اصلا چیه لپتاپ، در راستای این که صاحب کار خیلی کولی الان دارم و خیلی کار الان ردیفه، اینطوری بودن که اوکی بیا این لپتاپو بگیر shit happens، یعنی دقیقاً این حرفی بود که من شنیدم shit happens، یک بار happens، این لپتاپ بگیر دیگه اتفاق نیفته، دوباره اتفاق افتاد به موقع خیرتو میگیریم، ولی دوباره اتفاق نیفتاد حل دیگه نو وریز پیش میاد. و اگه مثلا خواستی برای ما چیزای کاری دانلود کنی رو سیستم رو سیستم خودت دانلود کن که اگه هک شد دیگه حالا اکانت ها چیز نشه. و من اینطوری بودم که اوکی نو وریز، پیشنهاده حقیقتا خوبه دیگه، من ترجیح میدم یه سری اکانت ها مثلا چیز نشه، واسه مثلا اکانت های خودمم میگم پنیک و اینا توش میتونه باشه، اعصاب خوردی میتونه باشه، ولی هزار تا راه هستش که فیکس بشه. بیشترین چیز با ارزشی که دارم از دست بره استیمه، بیشترین چیز با ارزشی که دارم و یوتیوب و یوتیوب من بره، یعنی اصلا یه موقعی به خاطر اتفاقی که برای حوسی افتاد و یوتیوبش رو از دست داد، آخ هی تو ذهن خودم میمد که پارسا تو یوتیوب تو از دست بدی چی؟ و هنوز یکی از چیزایی که من ته ذهنمه اینه که من یک هارد 10 ترا هر چقدر بیشتر بهتر بگیرم و تمام ویدیو یوتیوبم رو دانلود کنم و داشته باشم آفلاین، چون من نمیتونم تحمل کنم، واقعا نمیتونم تحمل کنم.
اصلا مسئله این نیستش که این ویدیو چقدر ویو گرفته چطوریه. میگم این یه سری از ویدیوهایی که تو چنلمه خیلی برای من با ارزشه. الان مثلا یکی چی میگم خیلی برای من با ارزشه، همین الان 13 تا ویو داره تا همین 4 ماه پیشه. اگه اشتباه ندیده باشم ردش هم کردم. ولی نمیدونم حالا متوجه این مسئله چقدر میتونید باشید یا درست چقدر واسهتون ملموس و چیزه. ولی آره مثلا اینطوری هم که من دیگه هارد میگیرم و این ویدیو رو دانلود میکنم چون کنات. آره این یوتیوب و استیم من به چخ نره اوکیه، اونقدر چیز نیست. شما هم نگران نشید. حالا چت ها اگر دست بره چیز دست بره واقعا چیز خاصی نیست. اگر من و شما با هم دوستیم، در ارتباطیم، با هم یه گفتگویی داریم، یک صمیمیتی داریم، اون چت نقش هیچی رو نداره. اون چیزایی که الان تو ذهنمه مثلا اثبات این که ما دوستیم، من خودم هم نگرانی هایی دارم از جاهایی که حالا به صورت احساسی یا حالا به هر دلیلی یه سری چت رو پاک کردم، به شدت خودم رو سرزنش میکنم سر یک سریاشون. ولی خب هپنز دیگه، شاید حالا بازم اگر که نگرانی بوده، هر چیزی بوده، توضیحی بوده، بی توضیح بیشتری نیازه بهم بگید، من حالا نمیدونم تو کامنت ها تو پی وی کجا بهتون میگم. ولی حس میکنم اون توضیحی که کافیه باید جام است یا حالا حتی ریزه رو دادم که دقیقا چی شده چی نشده. حتی همین که این صحبت ها هم اینقدر طول کشید بر اساس یه سری آنالیز با از بچه هایی که تا الان ازم پرسیدن و یه سری جواب براشون فرستادم، یه سری سوال دیگه پرسیدن و اینطوریم که اوکی جواب اینم بهت میدم. و مخصوصا میگم حتی مثلا اینطوری بودم به یه سری بچه‌ها میگفتم آقا به یه سری بچه‌ها که یه پیام برای یه نفر نوشتم همونو برای همه‌شون فوروارد می‌کردم که آقا دمت گرم واسه ایموشنال میچوریتی که داری و با سناریو ذهنی نرفتی جلو و الان صرفا پرسیدی چی شده و بهت میگم چی شده، اینطوری که اوکی حل نو ورس هیچ اشکالی نداره. یار مای برادر دلم من برات تنگ شده تازه. میگم به همین سادگی و چیزای خودش یه سری چیزا رو که میگم و مغزم اینطوری که no it's not that simple، پیچیدگی و عمق‌های خودش رو داره. ولی خب الان مغزم حالا داره اذیت میکنه، برعکس دارم شارژ میشم. من همینم واقعا، یعنی من کار نباید بکنم، کار که میکنم خواب خستگی، ویدئو رو بزن استارت رکوردینگ، صحبت و شروع، گیم رو بزن و بوم شارژ بیدار میشم. این خواب من، استراحت من از نظر روانی احساسی هر جور حساب کنی دقیقاً همینه. و واقعا آرامش روانی برای خودش همین صحبت کردن و ویدیو رکورد کردن همه اینا دیگه چیزی نمیمونه. واسه چنل یوتیوب هم دیگه همین کل این صحبتی که داشتم و کردم که درگیر یه سری چیزا این شکلی بودم، درگیری های لحظه‌ای احمقانه، درگیر یا نیاز، مثلا درگیر زیر زمین بودم، درگیر هک بودم احمقانه، یه سری چیزای کاری داشتم برو اسمها اون فلان بیسار، یه سری چیزا رو میخوام بخرم دوباره، یه سری دکور مکور، یه سری چیزا خودم حال میکنم باشه اونا رو فیکس کنم. ولی یه سری درگیرم مثلا این مدلیه که خب نمیدونم مثلا کاره باید 9 تا 5 باشه، بعد 9 تا 5 باشه هم فعلا یه مقدار توش موندم، یه مقدار واسم چالشی که چجوری منیج کنم بتونم یه گیمی بزنم یه کاری بکنم. یه جاهایی واقعا هیچ کاری نمیکنم، هر روز کار و اون 500 نمیدونم چجوری میره چیکار میکنم و خواب. بعضی جاها هم مثلا تا 8 طول میکشه تا 10 11 شده طول بکشه. اینا رو من به مرور منیج کنم یک سری چیزا رو، یه سری ویدیوها رو، یه سری صحبت‌ها رو خیلی راحت تر و اینجور چیزا خواهیم داشت. منم از خودم میگم من مثلا ماما میا و دیگه کم کم نمیدونم چی دارم میگم. همین اگر نیازی به صحبت بیشتری باشه میکنم. اتفاقا ایمان فانتزی من یه چنل دیگه زده، فکر کنم ایمان EXP بود، هنوز ویدیوشو ندیدم، مثل اینکه 5-6 روز اصلا زده، خودم هم خبر نداشتم. بعد توش دقیقاً میشینه هر روز مثلا نیم ساعت صحبت میکنه، خودش خالی میکنه میره. اینطوری هم که ویدیوشو ببینم شاید بدم، شاید یه سری ویدیو با هم درست کردیم نمیدونم، بعد ببینم مثلا وایب چنل چجوریه، شاید یه چیزی رو در من روشن کرد دوباره یه سری ویدیو خودم همینطوری درست کنم که یه رو میشینی صحبت میکنی آره امروز رفتیم این سایت رو واسه کردم دام. ولی نور پردازی اینجا رو من باید یه
کاری روش بکنم، چون میگم الان پارچه ها رنگش فرق میکنه، این مشکیه، این بنفش، جنسش، این جنسش فرق میکنه، اون جنسش فرق میکنه، اون جنسش فرق میکنه، اون بنفشه، اون زرشکیه، اون قرمز، اون سبز، همه رنگ و رنگه. ولی خب دیگه نمیتونستم چیز کنم. پارچه ها ماشاءالله انقدر گرونه، تمام تیکه 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 گرفتم که مثلا متر 70 تومن 120 تومن نهایت بیفته. همین دیگه، واقعا آپدیتی نیست بدم روز این که همین. اگه نیاز ببینم ویدیو آپدیت بازم میدم و اگر فرصت کنم همیشه تو ذهن من هستش که یه سری موضوع رو ویدیو کنم، راجبشون صحبت کنم، حالا تو همون فرمتی که خودم میتونم، حالا هر موضوعی میخواد باشه چیز دیگه نمیمونه. اگر تا اینجا گوش دادید 44 دقیقه به حرف یپینگ من نمیدونم دیگه، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.